سعادت جان سلام. صدرو سلام. سلام ارادت شب شما حالا شما مرسی. مخلصیم. سلامت باشی. استاد ما در خدمت شما. یه رسمه بیام بالا. خب یه بالا ببینیم چه کردی آقای مهندس. باشه. استاد من از اینجا شروع کردم در آوردن. آها. یه سقفی رو در نظر گرفتم، همین اومدم پایین. خب از همینجا شروع کنم دیگه. نمیتونم من که سب کن 25 ساعت 12 شب. بالاتر سخت به هم یه دقیقه سیم چه کنم تیکار کرده تیچار ریجی مقیاس درسته این مقیاسه؟ برو بعدی دوباره یه مقیاس. مقیاس دیگه خب اینجا داد. درسته خب نه؟ برو جلوتر. دوباره یه دونه دیگه اینجا داد که خب اومد استاپ کرد. بعد اینکه استاپ کرد من رفتار در آوردم، رفتار سعودی، که این رفتار سعودی هم خودش اومد استاپ شد و زیر اینو که زد یه مقیاس سعودی برای من شکل داد. این مقیاس سعودی هم درسته من دارم؟ دیگه اون مقیاس صعودت که این طرف هست مقیاس یعنی نزولت درست مقیاس نزولت که این طرف استاپ خورده اینجا استاپ شو زد شما باید جلوتر داره بهت یه رفتار نزولی میده درسته؟ یا این سعودی بعد اینکه داده استاپ زد رفتار نزولی به من نداد، رفتار سعودی داد، آه بعدش اومد این زیرش رو زد. حالا که زیرش رو سعودی زد سعودی بدون رفتار بوده. باید بدون رفتار می بود دیگه، اولین خب رفتارش دیگه. آفرین استاپ شو زد درسته؟ اینجا برای من استاپ زد، بعد گفتم بزرگترین واکنش لگش اینه، یه آه. واکنش بزرگتر از این باید درست کنه. اگه بدون رفتار باشه چی میشه؟ چی بدون رفتار باشه؟ اگه اولین جنسی که در میاری بدون رفتار باشه چه اتفاقی میفته؟ بدون رفتار باید بدون رفتار باشه دیگه. اگه آفرین مثل با آدم میره بالا یا حالا مثل آدم میریزه یعنی حرکتش رفتار ادامه داره. یعنی میره بالا دیگه. اگه 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 جان با رفتار باشه چی میشه؟ یعنی استاپ زده بعدا میاد پایین. یه برمیگرده تمام شد. بله. خب پس یعنی به این حرکتی که اون پایین به تو داده و اومده استاپش داده دیگه اونجا نیو مقیاس که حساب نمی‌کنی که بگی یعنی میگی نه آقا من این برمیگرده به سمت پایین درست. یعنی این مقیاس سعودی نیست. حرف من اول متوجه بشو فهمیدی این بحث جنس ها چیه. استاپ زدنش دیگه، برگشتنش. آره دیگه رفتار اول بعد استاپ مقیاس یا حالا شروع مقیاس یعنی اول بعد استاپ شروع مقیاس باید بی رفتار بشه.
اگر با رفتار شد یعنی استاپ ما در واقع خورد. اگه استاپ ما اونجا بخوره پس اون با منزله یک انگالف حساب میشه، پس برمیگرده به اون قیمت. درسته؟ برمیگرده به اون قیمت. برمیگرده. این حالت کلی رو اول متوجه بشو. حالا توی سیستمی که الان تو داری میای جلو، اونجایی که پشت چارت رو نداری، اون صعود بک چارت، حالا حالت کلیشو میگم بیام صعود پشتیار، این هم شده اونجایی بکنم. که آره اونجایی که اینو نداری، خب منم ندارم، طبیعتا نمیدونیم که این تا کجا بر اساس جنس تا کجا میتونه بریزه. چون وقتی جنس ها رو داریم میدونیم خب آقا تا فلانجا نهایتا میتونه بیاد پایین دیگه، همونجا به بعد دیگه نمیتونه بزنه. استاد درسته؟ این آره اینجور وقتا باید چیکار کنم؟ با همین حرکت باید بیام پایین دیگه، درسته؟ با خودش باید حرکت کنی. آره با خودش باید حرکت بکنی، ولا غیر چاره دیگه ای هم الان نداره. یه حالت کلی که من دارم میبینم، من اینجا 3 تا مقیاس نزولی دارم، یکیش حساب شده. خیلی قاعدتا باید بیاد، اگر که مقیاس نزولیه باید بیاد رفتار مشابهش رو بزنه، این یکی رو نزنه. اینو درست یادمه؟ نه، قاعدتاًی وجود نداره. میتواند تا اون بالایه بیاد، آخری‌ها رو نباید بزنه. حالا وقتی به حالت کلی یه توضیح بهت بدم که این کلا تو سوالت الان تو مقیاس دیگه، درست فهمیدم؟ ببینید من تیکه تیکه میتونم در بیارم خب، ولی حالا حالت کلی اینا رو با هم ربط بدمشون نمیدونم. بذار من الان یه توضیح کلی بیارم بهت بدم. پایین. آره بذار من این 4 رو کنم. این چیز رو که با میکنم چیه اسمش؟ میتو که با خب میکنم خیلی اصلا کند میشه این چیز. اون آپدیت فراز میشه. آها چی؟ فرار کند میشه. فراز کند میشه. آره نمی‌دونم چه ربطی به این داره. شاید به خاطر نته، نمیدونم. بعد وی شاید پی به رو خاطر که رمتونه. نمیدونم. آخه اینطوری نبود، بعد جنگ اینطوری شده. نمیدونم، ولی اگه با کروم دارید میاد شاید رمتونه که داره پر میشه. خرم که رم رو درگیر میکنه. آره ولی بعد جنگ اینطوری شده. رم به قبل و بعد جنگ رفتی نداره که. حالا ما این مشکل داریم. یه موضوع دیگه هم داره و اینم حالا جالبه. من الان با وی پی ان وصلم. وی پی ان که قطع میکنم، ارتباط اون تو میت تو چرا مشکل میشه؟ یادت اه. جلسه قبلی ها چجوری بود یهو قطع میشد؟ آها فیلتر شده بود. نه فیلتر نیست. وی پی ان که قطع میکنم مثلا سرعت ارائه اینقدر میاد پایین که من فرق و باید پرش میریزه. این علم استاد به قرآن نمیدونم به کدوم درد باید گریه کرد. یکی دیگه بگو. حالا همه این مسائل هست. حالا اینو من پیداش بکنم. خب اینطوری یه توضیح کلی دارم راجع به مقیاس میدم. خب این داشتم ما اینجا 3 تا. ببین وقتی دارم میگم توضیح کلی راجع به مقیاس، اینو حواست باشه. اینجا دارم 3 تا جنس میکشم. خب به جای این جنس ها هر چیزی ممکنه باشه. یعنی چی؟ 3 تا دهانه باشه، 3 تا جنس باشه، 3 تا کیفیت مشابه باشه. خب 3 تا مثلا 3 تا چی بگیم؟ شبیه هم دیگه، حالا هر چیزی شبیه هم درست. آره 3 تا ریتم باشه، 3 تا ریتم بدونم پلاس و هر چی هست. خب 3 تا چیز شبیه به هم باشه. حالا هر چیزی که هست مهم نیست. چون هر چیزی که تشابه تو بازار داره میتواند یه مقیاس ایجاد بکنه. حالا بعد از این قیمت میاد بالا. این رنگ جوادش با یه رنگ دیگه. حالا درست قیمت میاد بالا، پشت یکی از اینا رو میزنه. ما اینجا یه خب حرفی داریم. چی میگیم؟ میگیم آقا اینو عوض کن. میگیم آقا یا مقیاس صعوده یا نزوله دیگه. حالا به هر حال هر چیزی هست، پشتش هم صعود اومده حالا بالا. میگیم اگر مقیاس نزولی هنوز، این دوتا الان نباید با. درسته؟ اگر اگر مقیاس م... نزولیه جا آره بذارم. مقیاسی که دارم صحبت میکنم در رابطه با همین تیکه چارت دارم صحبت میکنم، چون مقیاس تانه هیچ وقت نزولی نیست، همیشه سعودی ده.
یه تیکه کوچیکش صحبت میکنی. من نفهمیدم دومی رو، دوتا رو نباید بزنه. بحث دوتا نیست، بحث پر کردن است. یه بار دیگه مقیاسا میشه اون توضیح رو بدی بذار لطفاً؟ دوباره بگم. سه تا مشابه اینجا داریم. ما میگیم اگر مقیاس من نزولیه، خب بله. باید جا بندازه. یعنی چی؟ یعنی حداقل این یه دونه رو نباید بزنه. اون آخرین حرکته بود که میگفتیم دیگه اصلا نمیخواد نگاه کنی سی تو چارت داره تشکیل میشه، نزدیک شد بزن. این اون بود دیگه، میگفتیم آخریه رو نبود. حالا میاد یکی از اینا رو برمیداره فرضاً، حرکت میکنه، میاد بره کفشو میزنه. خب تا اینجا من چی گرفتم از چارت؟ فهمیدم که آقا مقیاسی که اینجا ایجاد کرده برای من میگه من نزولیم. تو مقیاس نزولی اب بالا چیکار میکنه؟ جا جا میذاره، می‌ذارم. اب پای پر. من میشه یه سوال بپرسم تا نرفتیم جا جلو؟ جا استاد، مرسی. من الان اینو اینجوری تا الان فهمیده بودم، ببینید درسته یا نه. اگر که بیاد یه رفتار رو بزنه، من انتظار دارم که همه رفتار مشابه رو بزنه الا آخریه. این درسته یا نه؟ همه رفتار نه حتما این نیست که حتما آخریه رو نزنه، ممکن آقا دوستشو جا بندازه. آها، خب همین. حتما این نیستش که. من فکر کردم همه رو بزنه غیر از آخریه. نه اگه این باشه من چشم بسته تارگت میذارم، 5000 پیپ تو روز میگیرم، این که نمیشه. بحث این نیست. میگه آقا غیر از آخریه باید بقیه رو بزن، میتونه بقیه رو بزن. حالا چیزی که هست بیایم اینو باز کنیم. از پایین پر کنه یعنی چی؟ چی رو پر کنه اینجا؟ از از پایین پر کنه یعنی این. ببین بک چارت که رفتار واضحه. پشت. پشت کجاه؟ باز خودش کن. ببین بک چارت که واضحه، یه چیزی سعودی اومده بالا. این از این. که این خودش هم یه رفتار مشابه آخری داره، حالا هر چیزی که داریم مثلا جنسه، خودش هم یه رفتار مشابه آخری داره. این بک چارت برای مقیاس سعودی داره میاد بالا، که این وقتی میاد پایین آخری خودش رو به دیگه. پایین نمی‌شه بذاره بره آه بالا. پس این نیست که ما بگیم که از این بیاد پر کنه. پس آقا از چی بیاد پر بکنه؟ این بحث پر کردنه اینه، یا از بالا جا بندازه از پایین پر کنه. از پایین پر خودشو کنه یه آفرین. پس من کجا بفهمم که این کی داره دیگه تموم شده بحث؟ خودشو پر نکنه بره بالا جا تمام بره. شد. از پایین شروع کنه جا بندازه، از بالا شروع کنه دیگه پر. از پایین جا بندازه، از بالا پر کنه، معکوس بشه اون ماجرا که دیگه میدونی میخواد بره. حالا میاد از پایین برات یه راه وا میکنه، پر میکنه. این حرکت رو حواست کلا باشه. ببین این میتواند به مقیاس قبلیش نفوذ کند. یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما حرفت چیه؟ میگی آقا جان از بالا باید جا بذاره. چی رو جا بذاره؟ رفتاره مشابهش. بله. از پایینم بره پر کن. حالا فرض کن، بذار این لگر اصلا با هم صحبت. فرض کن که تنها رفتار مشابهی که تو این لگ هست، یعنی آخرین رفتار مشابهی که تو این لگ هست همین اینه. حالا هزار تا رفتار این توی فرض کن آخریش اینه. مهم. درسته؟ خب بله. میاد اینو پر میکنه. خب من انتظار دارم از پایین جا بذاره. برای کجا؟ فرض کن از پایینم جا نذاره، پر کنه. تکلیف چیه؟ قرارمون بر این بود از بالا جا بذاره، درسته؟ بله. خب این میاد از بالا پر میکنه، از پایینم پر میکنه. برنامه چیه؟ درست شده. چی؟
میگید دو فاز شده نمیشه خب ترکن آره، نه میشه، چرا نمیشه؟ تو طبق سیستم خودش چیز سخت میشه، حالا اینطوری نیست که نشه. حالا سیستمی که داره اینه، میگه آقا من ریزشم ادامه داره، اما برای اینکه بتونم بریزم کجا باید برم بتونم جا بذارم؟ خود رو ریزش تصویر بگو. ریزش هم ادامه داره، کجا باید برم جا بذارم؟ کجا باید برم که بتونم یک سری سفارش رو جا بذارم و برگردم بیام پایین؟ رو تصویر میتونی بگی الان. اما خط بالا دیگه. کدوم؟ نه فهمیدم. دایره رو نباید بزن، دایره آخری رو نباید بزنی دیگه. اتفاقا من اولش حرفم چی بود؟ گفتم آقا این لگ آخرین رفتار مشابهش همین دایره بوده که اومده زده، یعنی پر کرده. این که میگی کجا باید برم که بتونم یه سری سفارش جا بذارم، یعنی دقیقا همین. یعنی باید بره این سقفه رو بزنه، خب خب که از این مقیاس کلا خارج بشه، وارد مقیاس قبلیه بشه که بتونه یه چیزی رو جا بذاره و بعد بیاد دوباره بره پایین. اگه تو این مقیاس گیر کنه، خب این که پر کردی چی رو میخواد جا بذاره؟ پس میاد ردش میکنه، میره از وارد مقیاس قبلیه میشه که یک سری سفارش رو دوباره بتونه جا بذاره و بعد بیاد بره پایین. و در این صورت هم مثلا ریزش عمیق میده ولی نمیتونه. فهمیدی یا یه بار دیگه بگم؟ یکم مقیاس تو مقیاس شد راستش. مقیاس رو مقیاس، خب بازار کلا همینه دیگه. اصلا این تیکه آخر رو نفهمیدم، اونجایی که گفتید تا کجا باید بیاد بالا رو نفهمیدم چی شدش. ببین بذار من اینا رو یه ذره پاک کنم خلوت بشه. ببین قرمزه هست ریخته. بله. خب اینو اول به من بگو. ببین از اینجا به قبل، از اینجا، از اینجا به قبل و از اینجا به بعد، قبول داری فرق میکنه دیگه. بله فهم. این اومده جنس مشابهش رو زده، خب قاعدتا باید میرفت تا بالا، ریخته اومده پایین. پس اینجا جا گذاشت یک سری سفارش شد. این که از اینجا به قبل با از اینجا به بعد فرق میکنه، یعنی دو تا مقیاس متفاوته دیگه، دو تا مأموریت متفاوته. حالا آره. بلند میشه میاد برای خودش یک سری، بذار اینجا هم دقیق بکشم که گم نشه تو کار. حالا فرض کنید دوتا هم حالا با هم مشابهن. خب حالا ما هم میگیم آقا بالا جا بندازه دیگه، اوکی، بلند میشه میاد بالا، این دوتا رو میزنه، این که پر کرد، پر کرد. بله. مشابهش رو پر کرد، از اون طرف میریزه میاد پایین. خب این ریزش که انجام میشه، فرض کن ما اینجا دو تا حرکت مشابه باز داریم. میاد اینم پر میکنه، آقا تو از بالا پر کردی از پایینم پر کردی. وقتی از بالا پر میکنه، من میگم خب آقا تو اگه مقیاست نزولیه تو باید از بالا جا بذاری، نه پر بکنی. خب وقتی پر میکنی، پس احتمالا مقیاس تموم شده، مقیاس نزولی تموم شده، باید سودی بشه، میره پایین، آخریه هم پر میکنه. این پایین هم میخواد بره. آفرین. الان برنامه چیه؟ برنامه اینه. ببین این باید از یک جایی پس بره و جا سفارشش رو جا بذاره و بعد دوباره برگردی بیاد پایین. اون یک جا کجاه؟ تو این لگ مشابهاتش رو زد و پر کرد. پس از این مقیاس باید خارج بشه، بیاد و وارد مقیاس قبلی دوباره بشه که بتونه از اینجا جا بذاره و بعد بریزه، بیاد بریم این مأموریت هم تمامش بکنه. آها فهمیدم. اون لگه یعنی اصلا نادید میگیریم میره خب قبلی ترین سفارش جامونده، درسته؟ آره
و آره این قبلی ترین الان سفارش جام بوده که منظوری که مقیاس قبلی دقیقا دیگه با اون کیفیت مشابهی که رفتی در آوردی. آره. و این الان صادقه، مثلا اگر بیاد باید بزنه دیگه، یعنی الان باید بره بالای باکس سبز رو بزنه بعد بیاد پایین، درسته؟ باید بره بالای باکس سبز و نه به بالای باکس سبز کاری نداره به این خطی که اینجا کشیدم. منظورت این باکس سبزه؟ نه بالایی دیگه نه مقیاس. ربطی نداره، نه به باکس سبز ربطی نداره. تو این حد فاصل میتونه حرکت بکنه. نهایتا اینه که آخری هم نباید بزنه این بالا رو یعنی. استاد ما اگه نمیگیم اگه سفارش رو برداره مگه نباید بره بالای اون رفتار رو بزنه که یعنی استاپ بشه بعد بریزه؟ یعنی بالا از تو کدوم دل رفتار؟ خودش سه تا باکس داریم دیگه، دفعه اول استاپ چجوری خوردیم، بالای باکس زده شد گفتیم سفارشات آره ریخت. حالا الان میخواد بره سفارش ها رو جمع بکنه، من اینجوری تو ذهنمه که باید بالای باکس وسطی رم بزنه بعد بریزه، یعنی میشه کامل تخلیهش کرده دیگه. سفارش وسطی رو برداشته آخری، یعنی اولیه رو نباید بزنه. آها همینجوری. آره خب ببین این میتونه بعدش اینطوری بشه نگاه کن. حتما لزوما این بالا رو زد که نمیریزه که. من میگم اوکی آقا ته قضیه اینه که این یه دونه رو نباید بزنه آخریه رو، ولی خیلی راحت میتونه اینطوری بشه. وسطش اون پس میتونه بریزه. آره بالای این ببین قبول داری وقتی بیاد بالای مقیاس قبلیه از هر جای این وسط بریزه جا گذاشته دوتای قبلیه، پس میتونه همچنان بریزش ادامه بده. ولی اگه از این تو میریخت این دیگه پر کرده بود نمیتونست، پس باید بیاد از این کلا خارج بشه بیاد بریم بالا از یه جای این وسط بریزه. یه جای این وسط سیستمش چیه اینم دوباره بازم همونه. حالا چجوری من یه جا وسطه رو پیدا کنم؟ این یه راه داره کلا توی بحث ریتم، حالا اون فعلا زوده برای شما، ولی کلیتش اینه که شما همین رفتاری که تشریف آورده رو به بالا اینم برای خودش دوباره دارای یه رفتاریه، دارای یه حرکتیه، دارای یه مقیاسیه. همینو باید دنبال کنی و بیای بالا که اون مقیاسی که باز نگاه کن اینا همشون سیستماشون اینطوریه که وقتی اون اواخر حرکت میشه اینجا یک سری مشابه ایجاد میکنه، یه بار میاد اینا رو پر میکنه دوباره بهت موقعیت میده و کسی نمیدونه از کجا میریزه. فرض ما بر اینه یا کسی نمیدونه از کجا میریزه، پس میاد یه جا مقیاسا رو پر رو میکنه، میدونی لگ آخره، حالا حرکت بعدی میدونی دیگه تا کجا میریزه آخر طور باید طبق حالا رفتاری که داشته باشه ادامه بده. معذرت میخوام، الان که همون بالایی که بودش میاد گفتید مقیاس ها رو پر میکنه، من میدونم که یه استاپ زده از بالا پس باید جا بذاره، درسته؟ گرفتنش عبا. اینجوری. آره دیگه دوباره باید بالا جا بذاری دیگه همینطوری حرکت میکنی. این یه سیستم کلیه توی بحث مقیاسه، حالا هر جایی که شما اه، جهت حرکت رو میخوای تنظیم بکنی که بدونی کدوم سمتی میخواد بری کسی من باید ترید هم اون انجام بده طبق بحث مقیاس باید بری اون رو در بیاری، بعد بیای بگی خب باشه حالا مثلا من با جنس کار میکنم جنس ها رو بریزم رو دایره یا آقا جنس ها چجوری داره کار میکنه. تقریبا متوجه شدم. خب حالا با این تعاریفی که اینجا خدمتت عرض کردم شما چارت خودتو باز کن الان ضبط میکنی آره اینا رو بعدا برای خودم هم بفرست بذارمش یوتیوب. باشه. استاد پس الان من کلی بخوام بگم اومد این مقیاسه رو زد، باید خب به مشابه هاش که این دوتاه از اینجا به بعد حالا تیکه تیکه نگاش کن دیگه اون نرو سراغ آخر کار. شما یه مقیاس اونجا داشتی پایین که زوم استاپ شده رو دارم عرض میکنم دیگه آره اینا. آخری مثلا استاپ شده شما حالا میگه آقا بر اساس اه، مشابهاتی که به مقیاس در آوردم یا این ستا رو من دارم آخری آمده استاپ شده، درست میگم آخر اومده صبح شد. آخری اومده استاپ شد. خب این استاپی که داره به تو میزنه مشابهات تو رو استاپ زده. ببین اول اینو بهت بگم
شما تو بازار اگر بگی که آقا من اومدم میگم مقیاس رو میخوام در بیارم، بالاخره این مشابهات تو باید یه جا استاپ بخوره. اگه استاپ نخوره جا موندن و پر کردن اصلا بیفاید است، به وجود نمیاد. باید این استاپ بکنه و نره بقیهشو بزنه دیگه. اگه این کارو میکرد که دیگه اصلا هر جا استاپ میخورد تپ هم برمیگشتن، فایده ای نداشت عملا. خب پس وقتی که استاپر رو به تو میزنه تازه به تو چی میگه؟ میگه خب آقا من میخوام دیگه از الان باید یه جایی رو جا بذارم و بالا. این از این. حالا این در صورتیه که بدونی آقا همچنان نزولی هست، ولی خب همینو میره بالا پر میکنه دیگه. حالا کجا بفهم همچنان نزولیه؟ الان استاد من این یه تیکه رو گیر کردم، من میگم شما بگید درسته یا نه. میاد استاپ میزنه، شما گفتید که توی این لیه یه سری رفتار مشابه باید داشته باشه که میاد پر میکنه میریزه، درسته؟ اصلا توی نمیخواد، اصلا نمیخواد الان خودزنی کنی، با چشم مشخصه. نمیخوام اصلا زوم کنی رفتاری در بیاری. دیگه این همین تیکیش. لگی که ریخته اصلا هر چی بود زده ریخته. آره خالی. تمام شد. پس کلا این یه تیکه برای ما چیزی نداره که اصلا بخواد جا بذاره. نه خب تمام. پس میره بالا. حالا ببین این حالا باید بری واقعا، حالا ببین من تو بازاری که داری ترید میکنی باید بری در بیاری. کاری ندارم از تو لایو بازاری مجلس دسکتاپ برده این رفتار مشابهات داریم، ولی حالت کلی هم تو هم من میدونم هم تو میدونی اون تیکه خالیه. هر چی بوده بلاشته رفته زده ریخته. درسته؟ بله. خب با این همین هیچ. تیکه دیگه. آره دیگه تهشو در آورده بعد ریخته دیگه. دوباره بعد تیشیشه رو نگاه کن، یه دوره بالا اومد. زده است. نه نه، پله پله حرکت کن همونجا که آها جنس داری. اینجوری. دوباره تا ته خودش هر چی بوده رو زده ریخته. ببین از بالا هی داره پر میکنه. این یعنی چی؟ یعنی میخوام برم بالا. میخوام برگردم. حالا باید بره، ببین این باید یه جا بره که جا بندازه. وقتی داره پر میکنه ایراد. حالا ما بالا رفتنشو فهمیدیم. مرسی، دستت هم درد نکنه. باشه خیلی هم خوب. خب بعد بالا رفتن ما بگیریم تا سقف یا نه؟ هنوز برنامه ریزشی هست. تا سقف یعنی تا کجا؟ سقف دیگه، تا هر چی مشابه اون بالا. از اینکه بایو بزنیم بگیم آقا اه، قراره بره کل مشابهاتش رو جمع کنه یا نه؟ برنامه هنوز برای ریزش پابرجاه. من پای نزنم تارگت هم بندازم رو سقف. م، من فکر کنم تا سقف نباید باشه، به خاطر اینکه خب از پایین هم داره پر میکنه دیگه. آها خب همین سوالم همینه دیگه. میگم خب اگر پایین هم داره پر میکنه پس هنوز وقتش نرسیده. اه، کل حرفم هم. حالا برای خودت. تا سقف رو دارید میگید دیگه. آره حالا خودت با مبنای همین یه رو 20 دقیقه که در مورد مقیاس به توضیح دادم، خودت فرض کن من نیستم، بلند بلند با خودت فقط صحبت کن. اینجا برو جلو. هم طبق تعلیقی که خودت مشابهت در آوردی. فقط استاد من نفهمیدم این مقیاس سعودی که این ور داشتم گفتید غلطه؟ نه غلط ولی چی؟ این آه، حرفم چی بود؟ حرفم بر این اساس بود که اونجا اصلا نباید دنبال مقیاس سودی بگردی. حرفم این بود. خب بازم نفهمیدم پس چجوری من باید دنبال موقعیت باشم؟ یه مقیاس نزولی دارم که استاپ شده، دید کلی رو من متوجه شدم. خب الان آره. مثلا تو بازارم، حالا باید چیکار کنم وقتی یه مقیاس نزولی استاپ میشه؟ آه. من میرم رفتار اون لیگی که اومده این مقیاس رو استاپ زده رو در میارم که با تایید نقص رفته بالا. آره. درست خب میگم؟ آه. گفتم تایید با کردم. آره. درست با تایید نقص رفت بالا، برا من یه دونه باکس نزولی ساخت. این باکس باش. نزولی با رفتار اومد پایین. خب یعنی من یه رفتار آه. سودی داشتم یه رفتار نزولی هم دارم، نه رفتار نزولی به من میداد میومد اینجا رو میزد.
آها. مثلا این اولین رفتار سعودی که داشتم اینجا اصلا استاپ شد واسه من. درسته. خب بعد میگم که این لگی که اومده استاپ منو زده بزرگترین واکنش تو دلش کدومه؟ این باکس سفید من. حالا بعد اینکه خب این خطه میخوره من منتظرم یه دونه واکنش بزرگتر از این برای من درست بکنه که بخوام مقیاس جدید بهم بده. اینم درسته؟ برای بحث مقیاس آره دیگه ما بزرگترین وا آره دیگه بزرگترین واکنش کجا؟ اینجوری بود دیگه. اونجایی که استاپ میشه، یعنی اینجا آمده آه. استاپ رفتار منو زده، بعد میگفتیم کدوم لگ اومده این استاپ رو زده؟ این لگه. بزرگترین واکنش تو دلش کدومه؟ اینه. حالا بعد اینکه این کف میخوره یه واکنش بزرگتر باید برا من تشکیل بده. بعد یه این ذره یه ذره چیز دیده اینجا رو ببین، بقیه چیزی که در مورد درسته. خب این که اسمونه رو چرا اینطوری کشیدش بیرون؟ ببین اون لگی که اومده استاپ زده، خب باز این لگ آخر بوده، همون درست در آوردی. اوکی خب برو رو هم قرمز که کشیدی. آها. آره باشه. اون لگی که در آوردی درسته، اوکیه. بزرگترین واکنشه یه خورده ایراد داره. من میام اینا رو چیکار میکنم صدرا؟ اولین چیز اینه که میام اون لگ آخریه رو بکشم بیرون. ما قدیم یه چیزی داشتیم تحت عنوان صندوق، من اینو توی دیگه مباحث بعدی حلش کردم. خب یعنی یکی شد. صندوق بله. چیکار میکرد؟ برای اینکه لگا رو بتونم جدا کنم ازش استفاده میکردم بیشتر. این بزرگترین واکنش ها رو در می آوردم، لگا رو بتونم جدا کنم ازش. این لگ آخری که اومده پایین، همون قرمزی که خودت کشیدی، باز یه لگ آخر داره. از سر این یعنی آها آفرین دمت گرم. استاد، یعنی بزرگترین واکنش تازه میشه لیگ آخر من دوره از توی اون یه واکنش دیگه در بیارم. نه بزرگترین واکنش نمیشه اینجا، همه چی چون تو همه. خب من اومدم لگ آخر رو در بیارم. لگ آخر همون لگ ریزشی که اومده کف زده دیگه. خب بعد اینو چیکارش میکنید؟ این الان اومده هیچ کف اومده زده. که واکنش های تو این لگو در بیار دیگه. بزرگترینش کدومه؟ حالا هیچی، مثلا همونی که این پایین همش زده است. یکی همونی هم که دیگه. نه همونی که پایین زده بکنم از همشون بزرگتر. این همون کف رو زده. آها اینم جزء همین لیگ حساب میشه. آقا صدرا، همین که الان خودت در آوردی از قبلی ها بزرگتر مگه نیست؟ این آره بعد از قبلی ها اونی که کف رو زده از قبلی ها بزرگتره. استاد من نفهمید. قاطی کردی. اونی که کف رو زده، اونی که خط قرمز تو زده، همون جایی که بعد میزد که مقیاس رو شروع کنه. آها این از اون قبلی ها بزرگتره. نه به نظر بابا من. اون چیز به نظرت مهم نیست است. آها تمام شد. اون پیپتو در بیار ببین بزرگتره یا نه دیگه، که اندازه نه هم حالت بر اساس خود واکنش اندازه گرفتی بزرگتره. درسته؟ آره بله بزرگتره. خب مشکل چیه؟ ببین چند پیپه، این چند پیپه. اون ذهن من رفت سمت یه جای دیگه. بزرگتره دیگه، واضحا بزرگتره. خب دیگه پس درست شد الان دیگه، مشکلش چیه؟ پس یعنی شروع مقیاس من اینجاه، یعنی اینجا به من مقیاس سعودی داد. آره درسته؟ اون سعودی که میخواستی اینجا. آره ای بابا همش غلط در اومد پس. ولی حالت کلیشو هم به توضیح دادم. این چیزی که دارم بهت میگم این بود. حالا این مقیاس غلط درآمد مهم نیست. چیزی که میخوام حالیت کنم اینه، اون مقیاسی که باید در بیاری و به جهت رو بتونی تشخیص بدی به اون روشه. تو بدونی اصلا این تازه کدوم وری میخواد بره.
درست. اینو بدونی هی ترنت پشت سر هم نمیزنی این پوزیشن رو بعد بی خودی هم حساب وسط قطعا نمیخوره. ولی حالا از اینجا به بعد دیگه به هم ریخته هستی. استاد میشه من همین یه تیکه رو یه بار دیگه قدم به قدم بگم شما تایید بکنید؟ بار بار این اومد اینجا یه مقیاس نزولی برای من استاپ زد، دوباره توی دل همین اومده همه اینا رو تخلیه کرده اومده پایین. آره. یعنی این چیزی نداره برای جا گذاشتم، باید بره بالا رو جا بذاره. حالا از اینجا به بعد من باید چیکار کنم؟ یعنی یه مقیاس صعودی در بیارم که استاپ شده. بعد شما گفتید که مقیاس نباید در بیارم اینجا. خب نه یه لحظه هم یه تیکه صبر بکن، همین یه تیکه صبر بکن. الان توضیحات قبلی تو کاملا فهمیدی توی آقا خب من میدونم که این برمیگرده رو بالا یه چیزی رو اول از لیگ قبلش جا بذاره، درسته؟ بعد بتونه بره پایین. اینم درسته. یه چیزی رو از لیگ قبلی جا بذاره بعد بره بالا. خب این است. پس میدونی که اگر حرکت رو به بالا اتفاق بیفته تا سقف لیگ قبلش پیش میره. آره. اینم پس از این توضیح. حالا اگه بخوای یه نقطه‌ای در بیاری که بخواد بره بالا میتونی یه چجوری در امتیاز. آفرین آفرین حالا میتونی این کارو بکنی. خب ولی با اینکه این صرفا بیا یه جایی یه مقیاسی پیدا بکنی دیگه خب من اینو میگیرم. ببین من تو حالت عادی اگه ندونم اصلا چارت کنون وریه اینجا باید یه پوزیشن بای بزنم، حقیقتا تارگت رو هم میذارم اون نوک میذارم 3500. بالا. خب بعد بی خود بی جد میره بالا یه مثلا یه سود 1 به 4 5 چیزی هم از دست میدم، برمیگرده استاپ هم میدم. ولی وقتی بدونم آقا این ریزشیه یالا یه حرکت رو به بالا داره باید برگرد دیگه این کار نمیکن. حالا در ادامه تو اینش من فهمیدی دیگه باشه جان. آره کلیتش رو من متوجه شدم، ولی من ببینید من اینو دارم میگم ما اینجا توی بازارم دیگه. خب اه. مثل شما نمیتونم دیده انقدر قوی داشته باشم. یه دونه مقیاس برای من شروع شده سعودی بایش رو مهم. گرفتم، حالا الان آره اومده استاپ شده. اینجا مثلا برای من استاپ میشه، استاپ مقیاسم بود. این الان اتفاقی که افتاده هم از بالا پر کرده هم از پایین، الان به اینجا رسیدیم، درسته؟ درست. خب حالا من اینجا رو موندم باید چیکار کنم؟ هم یه مقیاس سعودی استاپ شده، از بالا هم که آفرین باید بره بالا رو چیز بکنه. هنوز حالا الان بخوای نه وایسا. ما که نمیدونیم الان میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. میدونی همین دیگه میگم الان من دنبال بای باشم یا سل، یعنی دو تا سناریو دیگه، یعنی هم بالا میتونه بره هم پایین. ببین چون اومدیم مستقیم از همین جای بازار شروع کردیم یه کوچولو زومات بکن به سمت چپ. دیگه نه آفرین همینجاست. این اه، خط قرمز آیکت کو. این آها نه اون آیه قبلیه این زیرش آره از کف اون واکنش پایینش. آفرین این از همینجا آره از همینجا حرکت رو خودت نگاه کن تو ذهنت یه مرور کن تا برسی به همون نقطه. یه تی مرور دو بر خودت بکن. تی سه تی چهار همه خالی شده دیگه. خدا این که خیرت بده خالی دمت شده. گرم. آفرین پس تارگت کجاه؟ برای بای دیگه. نه اصلا میخوام ولش کن. اصلا بای بیخیال. من میخوام بدونم آقا من فهمیدم این میره پایین، فهمیدم برمیگرده به سمت پایین. خب اصلا بایم نمیخوام بگیرم، میخوام یه نقطه‌ای برم پیدا کنم، یه محدوده‌ای برم پیدا کنم که بدونم از اون محدوده میتونه بریزه و بره اون کفو بزنه. اون محدوده حداقلش کجا میشه؟ حداقلش اینجا دیگه، همه این کیفیت مسابقه هایی که آفرین اینجا داره. دمت گرم دستت درد نکنه خدا خیرت. طبق اون توضیحات اولیه بر بحث معیار این همه جا صادقه، یعنی اصلا هر جا منم نبودم خودت این شابلون رو بذار رو چارت پیداش میکنی.
اگر همچنان قرار بر ریزشه که این همچنان قرار بر ریزش بودن و از اون کف رفتیم دیدیم. خب اوکی، استاپی که داره میزنه پر داره میکنه، خب ریزش دید. پس حالا باید بره از بالا از یه جا که اون یه جا رو هم پس خودت پیداش کردی خالی کنه، یعنی جا بذاره اصطلاحا و برگرده. خب تو اومدی مثلا این 10 تا لیگ آخر با چش نمیخوادم بری توش واقعا، اومدی نگاه کردی دیدی خب اینو که همش هم دیگه رو خالی کردن که. خب این تا کجا باید بره بالا؟ من نظرم اینه که تا اینجا باید بره با، یعنی اینجا رو نباید بزنه. نه یه لحظه فراتر نرو، هم چیزی که بهت میگم الان متوجه بله. بشو. حداقلش رو برام پیدا کن، حالا حد اکثرش هم حداقلش صحبت کن. این حداقلش اینو فهمیدی درکش کردی الان چی شد؟ بله. یه لحظه میشه. اینو گرفتی کامل دیگه. پس الان میدونی که آقا سود نزوله رو من چجوری پیدا میکنم، تا کجا جهتش رو چجوری پیدا میکنم و در راستای اون میام عمل میکنم. رفتار رو چجوری میرم حالا در میارم، میگم اگر میخواد تا اون بالا بره پس خود این یه تیکه یه راست می سمت راست. آفرین. پس خود این یه تیکه، این یه تیکه سعودی که آمده بالا، پس خود اینم یه مقیاس برای خودش رو داره از اون پایین. از این پایین آره. پس خود اینم برای خودش یه مقیاس نوعی رو داره که این معمولیتش همینه، برسه به اون حداقل خطی که خودت کشیدی. استاد، من این خطر رو دقیقا راستش نفهمیدم باید چی باشه. ما کدوم اینجا خط آبیه رو؟ یعنی دقیقا نفهمیدم باید چی باشه. یه شروع مقیاس نزولی دارم، بعد اومده تی2 داده، بعد این تی2 خالی شده با تی3، بعد تی3 خالی شده با تی4، تی4 هم تخلیه شده با این رفتاری که داده. پس این خب خط من باید بیاد سر اولین رفتار نزولی که به من داده. نه سر اولین رفتار نه، به یه لحظه میشه بیایی تو چیز من بسیم خطی همون نمیزنیم برات کشیدم اونا رو که دیگه نمیخوای پاک کنم. بعد چارتتون نیستم. آه اینا رو پاک کنم. آره آره، اینا فهم. اینا خب همدیگه رو خالی کردن یا چی؟ خالی کردن دیگه مقیاسی مثلا. سفارشی تو هم گذاشتم. نه خالیه. خالیه. حالا با هر دین و ایمونی که اینو ببینی خالیه. حتی طبق واکنش هم اینا رو ببینی مقیاسی. شد. حالا تو خودت برگشتی میگه آقا این تی3 حالا نکشم دیگه، این تی4 اینو خالی که این تی5 اینو زده ببینیم. پس اینا هم خالی. حالا حرف ما این بود، میگیم آقا عجبش بریم بکشیم. میگیم آقا جان اگر تو همچنان میخوای بریزی که اینجا بهت نشون داده بود، باید بری کجا؟ باید بری یه جایی که دیگه این خالی شدن رو نداشته باشیم. چارت بتونه سفارش جا بذاره، بیاد بره بالا، خالی شده ها رو رد بکنه، از یه جایی از عقب چارت که همچنان هنوز پره. در چه جهتی پره؟ در جهت نزولی. نه آره در جهت نزولش هنوز پره. اینا هنوز یه سری مشابه پر مونده. متوجه شدی؟ شفافتر. پس خب این یه تیکه رو ما میگیم باید رد بکنه
اون دوتا دایره ها محدوده که باید برامون جا بمونه. دو تا دایره ها اینا رو میگی؟ این دوتا رو میگی؟ آره دیگه، از بالای اون خط به بعد جایی که باید جا بذاره. خب حالا یه لحظه به اونش کار نداشته باش، اینو فهمیدی فعلا؟ آره اینو خالی رو رد میکنیم. حالا از اینجا به بعدش رو با هم صحبت کنیم. از اینجا به بعد خب ما تا اینجاشو فهمیدیم چی شد. حالا بیایم از سراغ این تیکه آخره، بریم تو چارت خودت دوباره هم تیکه آخره رو بیار. من پس یه خط بکشم، ما میگیم که آه. اینجا خالیه. نه دیگه اون پایین نیست، چیکار اون بالا داری؟ چرا این بالا خالی نیست؟ شما اون حرکات پایین رو که برات الان کشیدم، حرکات پایین رو نگاه کن، تی دو تی سه تی چهار همه همدیگه رو زدن. اصلا نوع حرکات چجوری بود؟ همه مقیاسی 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 مقیاسی. استاد ما یه تی2 هم این بالا داریم. این تی2 هم مثل اینه دیگه، وقتی که میاد استاپ میزنه یعنی اینم خالی اون نکرده. مشابه چه ربطی داره؟ اون حرکت مشابهه. خب باش. فهمیدی؟ نه راستش. بابا این دوتا تی دو ها مشابه هم دیگه. خب وقتی یکیش مشابه میخوره یعنی اون یکی کل هم سیف. خب میخوره دیگه. نباید بزنه دیگه، خدا خیرت بده، اگه میگم باید جا بذاره. این پای پر کرده. واسید یه لحظه، این اون جاییه که باید جا بذاره. اون که مشابهه که. ای بابا. میشه رو چهار متوجه تا چی خودتون توضیح بدید؟ نه واقعا نفهمیدم. بابا چهار تا من اصلا هیچی، ببین یه لحظه ببین چهار تا من خیالت راحت بشه، نه چهار تا من چیزی متوجه نمیشی. این چهار تا من اون کجا بود؟ 25 و 4 صبح. این چهار تا من حالا این پیش نمیشه ولی 25 کجاست 25؟ نه عقب‌تره، عقب‌تر. 4 نه صبح. اینجاست. اینه آره. دیگه درسته. اینجا هست. از چهار تا من چیز خاصی دستگیرت نمیشه که حالا بگیم چهار تا من نه تو اون بگیری. یکی رو من نفهمیدم اصلا، اگه تی2 خالی شده یا پره. این چهار تا من چی یادی نمیفهم. اصلا شارژ خورد. خب دیگه بریم چهار تا. اه، خب یه بار خب دیگه. ببین اون دوتا تی دعایی که خودت اومدی گفتی اینا که مشابه هن. مثلا ما حرفمون این بود، گفتیم از بالا باید جا بذاره، نه اینکه مشابهات رو دوباره پر کنه. اگه پر کنه که باز پر شد که. اصلا چرا بدبخت این همه بخواد زحمت داد این همه استاپ جمع کرد بیاد بالا و دوباره بخواد بریزه؟ برای اینکه قرار بر این شد که از بالا جا بذاره دیگه. از بالا جا بذاره. خب این تی2 رو یعنی نباید بزنه دیگه. من تو تموم ذهنم شد رفت دیگه. درست میگی من دیگه. همین رو رفت. گفتم از من این یه تیکر رو بزنه، اینجا رو نزنه. درست میگی، مشابهاتش رو دیگه نباید بزن. حالا اینه خدا. ببین حالا من چیز ندارم، من میگم آقا اصلا اون تیرو هم فعلا کار نداشته باش. خب من میگم تا اینجاشو فقط بفهم که خالی پر چی بود اصلا. این باید آره بیاد اینا تا که از با اون. چشم من واضحه، درسته. باش. همین چون یه، بعد دنبال این اون یه چیزه. تیکه جان بگو. میگم اون یه تیکه که باید جا بذاره، پس الان برای من پیدا شد که اینه، این خط سبزه رو باید جا این نزنه، خب استاپ رو خب نمیکنه. حرفم همین، میگم سراغ اون اصلا فعلا نرو. ما میگیم که تا اون خط آبی یه جا خط آبی کشته بودی، اونجا رو بکش. آره میگم آقا ما تا اینجا بالاخره باید بیایم که تازه این بتونه اصلا جا بندازه. تا الان که نمیتونست جا بندازه که.
از این خط رو باید بزنه که بگیم خب باشه ما اومدیم تو تو این محدوده وادی جا انداختن. حالا بیا تو لایو، یعنی تو لایو منظورم بیا همین سمت راسته. آها اینجا اوکی. آره. این سمت راسته به ما چی میده؟ از میگم فکر کنم بعد اصلا آره اون تیدویی که اون بالا هم داری که میگی آقا حد اکثر میتونه تا نزدیکی این بیاد بالاییه. بالاییه. میدونم. آره. من میگم آقا این فعلا اصلا ولش کن. مثلا فرض کن نداریش. خب باید تو لایو درش بیاد. لایوش چجوری میشه؟ لایوش اینطوری میشه. شما رفتار بالا اومدن ایشون رو دنبال کردی. لایو بودی دیگه، کار کردی، استاپ بردی، تارگت گرفتی، هرچی لایوش اومدی بالا باش. حرکت کن و تشریف بیار باش رو به بالا. ببین کجا شروع میکنه از پایین پر کردن. بالاخره یه جایی شروع میکنه از پایین پر کردن. اینجا ببین من یه لحظه بذار دوباره یه لحظه بی رو چارت من یه لحظه بی. بریم راون اینجا بود. آره اینه دیگه درسته. بله. خب ببین این وقتی ما میایم این خطا رو میکشیم این حالا فرضاً اینجا بوده. ما وقتی میایم میگیم خب آقا پایین پیدا کردیم، قراره که بره از یه جایی از بالا دوباره جا بذاره و بیاد پایین. ببین خود این حرکت خود این خود این حرکت یه مقیاس صعودیه. یه یه مبدعی داره اندازه آره دیگه یه مبدعی داره بالاخره یه مقصدی داره. یعنی مقصدش رو هنوز نمیدونیم. یه ای داره یه بی هم داره. این بیه رو حالا یا از پشت در آوردی که من میگم آقا اصلا فعلا اونو ولش کن میخوایم چیز دیگه یاد بگیریم. خب یه مقصدی داره که من میگم الان میخوایم از لایو پیداش کنیم، مثلا کاری ندارم حالا پشتشو داری نداری. بالاخره خود این یه مقیاس سعودیه. خب این رو شما رفتی رفتاراشو از اینجا در آوردی و حرکت کردی باش اومدی رو بالا. این رفتاره رو میری در میاری دنبالش میکنی یه جایی فرض داریم میگیریم. فرض کن که ببین مثلا چه میدونم مثلا اینجا اومده پر کرده یا اینجا اصلا اومده پر کرده. جایی که میاد پر میکنه شروع حرکت جدیده به سمت پایین. این همین من توضیحی که دقیقا من همون دایره دومی که کشیدید وسطیه اونجا یه مقیاس سودی برا من بود. آره که اومد استاپ آره زد. خب و صرفا یعنی الان استاپ زد. صرفا استاپ زد یا پر کرد من نمیدونم. رفتم پر کرد دیگه یعنی آخه مقیاس سعودی که یعنی قبلش هم سعودی بوده. از پایین شما رفتارش در بردی. از پایین در نیاوردم استاد با یه خب تیکی. همینو میگم دیگه میگم از پایین باید در بیاری دیگه. مثلا ممکنه که مثلا اینجا مقیاس سعودی داده باشه اینجا هم داده باشه حالا استاپش کرده باشه. خب این اینجا انداخت. حرفم اینه. میگم از پایین باید در بیاری خود این یه مقیاس. اینو باید در بیاری ببینی چی بوده رفتاراش و کجا تونسته حرکت رو به پایینی که میزنه فرضاً پر کرده باشه. همین. که اون لگ بشه لگ آخر. اه، آره و حالا الان بعد از این دیگه شما تارگت رو خیلی راحت داری میدونی آقا این کف دوباره باید بکنم. بخوره. حالا هر چی پوزیشن در جهت نزول میتونی باش حالا حرکت سلش کنی. رو دارم میگم. حالا سلش چجوریه؟ یه جایی که مقیاس نزولی بهم بده. حالا مقیاس نزول من چیز ندارم بگیم که بگیم حالا صرفا مقیاس نزوله. مقیاس نزول یکی از پارامترهای معاملاتی شماست. یکی از پارامترهای معاملاتی شماست. من خودم ببین حالا تو کاری که میکنم حالا شما با هر چیزی که جلو میای فرزنی میخواد بریزه ببین پیش خودم اینا رو میچینم دیگه. میگم آقا اگر مقیاس نزول شروع شده و تا این کفم باید بیاد من چیکار میکنم خب اصلا چرا میگم آقا رفتار اول جنس اول باید بی رفتار باشه ببین حرف توشه دیگه. این ما بساطی که برای خودم چیدم میگم خب اگر مقیاس نزول شروع شده خب رفتار جنس اولم چرا باید بی رفتار باشه برای اینکه باید جا بذاره.
پس وقتی جنس اولو میده شما میتونی استاپ بذاری پشت خودش و باش حرکت کنی. آره دیگه منطقیه. به حرف اینه به خصوص اگر این جنس نزدیک به اون سر لگ باشه که این خیلی فوق العاده است. نزدیک به استاپش منظورتون دیگه. نه نزدیک به سر لگ باشه منظورم اینجا. مثلا چی فرض کن اینجا بود. آها اینجا یه جنس فهمیدم. خب به خصوص اگر این باشه خب تو که دیگه تارگت هم که میدونی کجاست. من پوزیشن هایی که میگیرم همیشه مقیاس رو جلو چشم، یعنی واقعا با همون صرفا اینا رو در میاره. ابزاری که شما داری میگی آقا من میام مثلا جنس استفاده میکنم، میام مثلا میدونم مقیاس استفاده میکنم، میام دهانات هر چیز استفاده میکنم، بر اساس مقیاسه باید استفادهش بکنی. الان مثلا میگم همین یه تیکه همین جایی که الان با هم اومد اینجا فرض کن مقیاس رو بلد نباشی، خب واقعا چه میدونی این تا کجا میاد بالا؟ آره نمیدونیم، چه میدونیم تا کجا میاد بالا؟ بس استاد من آقا این عجیب بود برا من. مثلا شما باهاش پله پله نمیایید پایین، یهویی از کف ریست میکنید شروع میکنید به در آوردن. آره من خب اینو شما از کی متوجه میشید؟ وقتی که اون یعنی این لگه حرکت کرده رفته بالا بعد شما میایید از پایین در میارید دیگه، وگرنه من تو حالت اینو نه من اینو میام اینجا ببین، من اولا یه چیزی بر خودم قائلم. مثلا میگم این حساب آخری که الان من دارم حالا نمیخوام اینجا باز کنم، حالا بعدم ویدیو ضبط نبود بعد نشون میدم. حساب آخری که مثلا من دارم روی پرا اومدم چیکار کردم، فکر میکنم توش مثلا یه چیزی حدود اه، من 15 تا اینا معامله حدودم باشه. اومدم چیکار کردم، اولا این معاملات با هم فاصله داره. خب یعنی من روز اولی که حساب رو دوباره به من داده بودن، شب اولی که حساب رو به من داده بودن، من اومدم روی این یه چیزی حدود فکر میکنم 4% چقدر 5% 4% یادم نیست، اومدم سود گرفتم شب اول. چرا؟ تو شب اول فکر کنم مثلا نمیدونم مال چند تا معامله بود، اومدم روی این گرفت. خب چرا آقا من شب اول خب بابا بازار رو این تیکش رو فهمیدم، این یه تیکه رو هست، این یه تیکه رو فهمیدم دارم میگیرم. فرضاً حالا بزن اینجا بکشم که به اون یه تیکه برم، یه تیکه رو فهمیدم دارم میگیرم، یهو میبینید 2 3 روز توش اصلا معامله نیست. چرا؟ رسیدیم به این تیکه اصلا نفهمیدم، یا در یه بدترین حالت چه میگیم نفهمیدیم، یا دارم میبینم فعلا حرکت جدیدی شروع نکرده، خب مرض ندارم که بلنشم برم ریسک کنم که این با کارمون کار کلا تو بازار فارکس تو بازار مالی همش صرف تا صد فقط ریسک کردنه. منتها بازی رو باید اینطوری بچینی که شما چه ریسکی بکنی که بیشتر احتمال موفقیت داشته باشی. امروز داشتم اه، شما پیام میدادی من یه جایی داشتم پینگ پونگ بازی میکردم، بعد یهو ذهنم رفت به نوع ضرب قبل اینکه نوبت ما بشه 2 تا آدم دیگه داشتن بازی میکردن خیلی حرفه‌ای بودن، بچه سالم بودن حالا خیلی حرفه‌ای بودن. داشتم بازی میکردم داشتم نگاه میکردم یهو ذهنم رفت سمت نوع این راکت زدن این پسره. خیلی جالب بود، خیلی حرفه‌ای بود، از صحبتش هم فهمیدم که فردا صبح مسابقه داره، حالا کجا نفهمیدم ولی مثل این کار کلا کارش این بود، رشتهش این بود. بعد داشتم نگاه میکردم به نوع راکت زدنش، یه لحظه میخوای میباز کنم بگم چی میگه. دوربین رو اصلا کار میکنم باز شد دوربین تصویرم داریم. ببین راکت رو
حالا فرض کن این راکته، خب یه رو داره یه پشت داره دیگه، درسته؟ درسته؟ طرف توپو میزد، این با پشت راکت میخواست یه دونه ضربه، حالا اسمش هم یادم رفته، اینقدر سال بازی نکردم، تازه دوباره شب رفته بودم بازی کرده بودم، خواست بکوبه، حالا اصطلاحا همونو خب میزد، با اینکه انقدر حرفه‌ای بود توپ میرفت تو اوت. اونجا یه لحظه من ذهنم رفت سمت چی؟ رفت سمت اینکه بابا من میخوام ریسک بکنم، نمیام روی همچین ضربه‌ای که با یه شدتی اومده سمت من، با طرف غیر تخصصی دستم با پشت راکت میخوام بکوبم. خب این خیلی احتمالی است تو 80% میره تو اوت. چرا اد میام مثلا توی لحظه حساس که امتیازمون هم برابره، تو اینجا این ریسک رو انجام میدم؟ یه وقتی از 5 تا جلو هم، یه وقتی از 5% سود گرفتم، میگم باشه دیگه ریسک هم میکنم. این ریسک میتونه به من 5% دیگه بده، 2%، 3% دیگه بده، یا اینکه مثلا نیم درصد ضرر بزن. آره متوجهم. منظورت اینه که ریسک گرفتی؟ رو کجا باید بکنیم؟ آها، کجا ببین چه شما ریسکی؟ جایی میری ریسک رو میکنی، من میام جایی میام این ریسک رو انجام میدم که ضربه تخصصیم تو حالت تخصصیم باشه. میگم خب آقا من اینجای بازار الان مطمئن نیستم دقیقا داره چی کار میکنه، بذار یک جهتی رو پیش بگیره، من میگم آقا این با اون بالا باید بره. خب اوکی، ولی الان کاریش ندارم، بذار حرکتشو به سمت اون بالا شروع بکنیم، به من موقعیت میده. جایی وقتی که من حرکتشو به آفرین. حالا تو کل کاری که میخوای تو بازار بکنی چیه؟ تو نمیخوای بیای یه شبه یه پولی در بیاری پاشی بری خونتون، یا یه شبه بیای مثلا چه می‌دونم 10,000 تا بزنی پاشی بری خونتون. مثلا این کارا نمیخوای الان بکنی. تو الان میخوای یه چیزی در بیاری، یه لذتی از زندگی ببری باش. یه چیکار میکنی؟ میگه آقا من میخوام یه موقعیت، دو موقعیت تو این سعوده که اینجا هست میخوام بگیرم. خوب این سعوده که اینجا هست میخوام بگیرم، مثلا 3% بگیرم. جایی میگیرم که مثلا ولی میام مطمئن. چیکار میکنم ماها، یعنی کسی که یه خورده حالا هم به خودش مسلط نباشه، حالا تازه شروع کرده یا هر چیزی، میاد اینجا دقیقا تو همین محدود، میاد 3 4 تا استاپ میخوره، 2 تا هم سود میگیره. جا نداره خب برای ریسک. اصلا مهم نیست، اصلا 2 روز دیگه به تو موقعیتت شروع میشه، جا هم داری، اصلا 8% هم جا داری. خب حالا به غیر 5% روز دارد میگم آقا کلا هم 8%. تازه میای تو این جایی که اصلا ضربه تخصصی تو شروع شده، هر فردم خب جاش واقعا فرق میکنه دیگه، هر کی اون نگرش خودش داره. تازه اینجایی که ضربه تخصصی تو شروع شده، تو سود هم میگیری، تازه ضررات رو جبران میکنی. تا میای بری تو سود، دقیقا میرسی به همون جای غیر تخصصی خودت دوباره. دوباره یه دو میافتی. درصد گیر این. ولی اون جایی که میفهمیش این جای تخصصی چیه، حالا اینم بگی آقا کجا ما میفهمیم جای تخصصی کجاست؟ جای تخصصی چیه؟ جای تخصصی همون جایی که میفهمیش، جای خاصی و نداره. بدبختی استاد نمیدونم که کجا رو دارم میفهمم آخه کل. نمیدونم چه بابا دیگه، 45 بار با هم صحبت کردیم. خب تو چند ماه فاصله داشتی؟ 2 ماه، 3 ماه، اصلا من چیکار می‌کردم؟ بعد جنگ، غیر از اون تایم شروع جنگ 1 ماه اونجا، تقریبا هم 2 ماه فکر کنم از جنگ میگذره، نزدیک 3 ماه اصلا کار نکردی. خب معلومه الان طبیعیه، دوباره باید برگردی به اون روال قبلیت، کار کنی بیای جلو. آره حالا اون موقع بگیم آقا مثلا کجا رو میفهمی، الان که معلومه اوتی. 3 ماه طبیعی. کار نکرد. آره این که دیگه واضحه دیگه. بابا من 3 روز 4 روز کار نمیکنم، برمیگردم 1 ساعت 2 ساعت بعد نگاه کنم میگم چی شد چی نشد، اون روز مثلا نفهمم. تو باید اینو فقط تنظیم کنی، آقا من اینجا رو فهمیدم حالا شروع میکنم ترید کردن. خیلی ساده است. این خیلی حرکت منطقیه. درسته. آقا اصلا والا به نظرم یعنی با همین روش ملت سوده شدن هم. یعنی چی حرکت منطقی؟ حرکت نه درستیه آخه بعد. خب شما یکی مثل شما خب میدونید کجا رو دارید، متوجه نه میشید نه کجا. بابا به دنیا اومدم که نفهمیدم که مدرسه.
کار کردم دیگه. خب آره دیگه، خب کار کردم اومدم جلو یاد گرفتم. بله. خب کار نکردی تو این 3 ماه، خب الان دوباره باید کار کنی بیا جلو. 3 ماه به قبل چقدر خوب میفهمیدی. حسابات هر کدوم 5% ضرر آوردی تو سود، همه تو سود آوردی. چی میفهمیدی پس؟ 3 ماه ول کردی و الان نمیفهم. خب طبیعی هم پس نباید بفهمی. ما سخته این قضیه. الان نمیفهم. دوباره کار کن میفهمی. خیلی ساده است. یه هفته از پشتش گذاشتم استاد. خب دیگه یه هفته است دیگه بعد شروع کنی، بازم باید بیای جلو کار کنی تا بفهمی واقعا. صد رو با یه هفته 2 هفته چیزی هم نمیشه، باید کار نه انتظاری هم ندارم از خودم اصلا الان. خودم کنی. میدونم شرایط چجوریه دیگه. تا باید الان به کار بعد یک کنی. بهتر شد، داستانام داره حل میشه. الان خیلی تمرکز بهتری دارم رو کارم. کلا پول خوب در آوردن سخته. کلا پول خوب در آوردن واقعا سخت. خیلی. تا اینکه حالا اون بشه روتین زندگی، تا اینکه حالا تازه پول در بیاری یه سالی تقریبا زمان میبره که تو این چاله ماله ها تو پر کنی. مثلا پول نمونه. یه چیزی دوست داشتی قبلا میدی اونو میخری مثلا، فلان چیزو عوض کنی، همه رو میدی بری به اینا. حالا بعدش تازه چیزی ولی در کل اینکه پول خوب در آوردن سخت دیگه آقا جان. هر جام بری سخت. ما تو هر شرکتی بری بقیه بیشتر در پول آوردن بگیری کلا سخته. سخت. دنبال کار آسونه، مخصوصا دیگه تو بازار فارکس دیگه. حالا باز مثلا بگیم بازار مالی هم نه، حالا بورس میری خب خیلی واقعا آسون تر از این. اینقدر واقعا یه دقیقه اصلا تو بورس معنا نداره. میگیری ایشالا هفته بعد، نه یه ماه بعد، نه 6 ماه بعد، بالاخره بعد یه چیزی بده دیگه. اون دید میگه. آره. یعنی اینجا سخت. اون اینم خیلی. که بهت گفتم و در بیار. حالا خوبه باز یه هفته است دوباره شروع کردی کار کردن. اینا که بهت گفتم هم این لیگ آخریه هم برو در بیار ببین کجا شروع کرده، برو پورت کردم موقعیت وروداشو شد طبق حالا چیزهایی که خودت هم روش تمرکز داری خود بلدی. من نمیخوام الان بهت بگم برو حتما روی این معامله کن، ببینم با 4 دوباره بهت نشون میدم. دوست دارم خودت در بیاری. یا من اینو فهمیدم طبق مقیاس طبق پلان، اینو فهمیدم اینجا میتونم معامله کنم. خودت هم بری در بیار. در بیار بکش بیرون، بیا دوباره با هم دیگه جلسه بعدی صحبت کنیم. تا اینجا رو فهمیدی چی شد اصلا چی نشد. آره الان خیلی واضحه تر. یک دو بار دیگه ویدیو رو ببینم قشنگ فهمیدم چی شده. خب ولی دیگه خدا خیلی خیرت واضحه، بده. خیلی سوالم برطرف شدش. خدا خیرت بده. همینی که فهمیدی خوبه. حالا من خیلی اصرار دارم که این بحث مقیاس رو خوب بفهمی. مقیاس رو بفهمی خیلی چیزها برات ساده میشه. چرا میگم ساده میشه؟ شما فرضاً خوابیدی بیدار شدی 3 روزم نبودی مسافرت بودی اینجا رسیدی پای چارت. مقیاس رو بدونی اینو در آوردی، اینم فهمیدی. فرضاً حالا فرض میگیریم اینجا همون جایی بوده که پر کرده، میدونی الان چه خبره اصلا به کدوم سمت پوزیشن بگیری از بالا باید چیکار کنی، همه اینا رو میفهم. مقیاسی که نداشته باشی اصلا تو باغ نیستی. استاد من رو کاغذ فهمیدم باشه، یعنی تئوری قشنگ متوجهم همه نکته هایی که میگی جا گذاشتن از پایین پر کنه همه اینا رو، ولی تو کار که میرسه گند میزنم خیلی خوب. تو تئوری که بابا، تو تئوری کسی میخواست پول در بیاره. نه منظورم اینه مقیاسی که میگی رو تقریبا نصفش رو متوجه شدم، بیس اصلیشو. البته باهاش هم بشین امیدوارم کار کن بفهمم. انشالله. ببینیم چی میشه دیگه. برو باز همین کاری که این جلسه با هم صحبت کردیم قرار در بیاری برو اینا رو در بیار. امشب هم که دوباره بازار شروع میشه، لایو بازارم که داری با شرکت کن بی جلو ببینیم کار میکنی. جلسه بعدی هم باز به اختیار خودت بهم پیام بده بگو آقا من اینا رو در آوردم، اینم نقطه ها، اینم گیرام، بشینیم سر جلسه. چشم. استاد من یه چیز فقط تو همین لایو بگم. الان این اه. رفته بالا، یعنی از پایین باید جا بذاره، چون از بالا که پر کرده دیگه. نه سمت تو راست، لایو سمت لایو راست. آره آره لایو. اینجا لایو. آره چون که یه اه، بار اون چیزی خب که باید جا میذاشته که اومد پایین.
الان داره میره بالا، از پایین حالا باید یه چیزی جا بذاره بره بالا. دیده تو لایو بازار طبق چیزهایی که خودت در آوردی، نه طبق چیزهایی که من دارم. جا گذاشته چیزی؟ نذاشتم. نمیدونم. من طبق چیزایی که تو منم در آوردی که نمیدونم. میگم منم که من در غلط در نیاوردم. آوردم که خب پس برو در باید بیار در ببین بیارم. چی بود. برو در بیار. باش. طبق من چیزایی که من طبق چیزی که من دارم آره درست جا گذاشت. مشکلی هم نداره. حالا طبق چیزی که تو در آوردی نمیدونم. اینو باید باید برم شما درست تا به بعد. آره باید بری زحمت بکشی در بیاری. اینو ما با اه، موقعی که این کند رفت بالا دقیقا اینجاها ما با سه تا بچه ها همشون که جا بودیم داشتیم رو چارت بودیم و کار میکردیم و اینا، این کند رفت بالا. با گرم یه سری مباحث دیگه بودیم صحبت میکردیم، این کند رفت بالا. بعد یکیشون با کند رفت بالا فلان بود. خب بیرون بجا اومدیم همین پایینیشو در آوردیم و اومدیم حرکت کردیم اومدیم بالا. فکر کنم چی به اینجا ببینیم یادم نیست. من کنیم پایین پس اه، یک تحلیل هم نیست. یه جا دیگه ذخیره نکردی؟ ها نه الان درست شد. بذار. یه دیگه اه، یک عالی شد. نه اون بالایی هست پایینی اینجا چیز مهم بود اون نیست. حالا کاری نداره دوباره بریم. آره رو تبلت زدم شاید حواسم نبود پاک کردم یادم. حالا کاری نداره. حالا بذار کلیتشو بگم. یه چیزی خلاصه این پایین بود که الان نیست. این جایی سری چیز میز بود. عرضم به خدمتت که و اینجا دوباره همون شکل گرفت. این یه موقعیت دوباره اینجا شد. یه موقع دوباره و همینطوری موقعیت اصلا شما تازه از اینجا آمد. خب بگیر دوباره و دوباره ببین سناریو رو چیدیم از قبل. گفتیم خب آقا این از پایین باید حالا شروع کنه جا گذاشتن، از تو جهت جا گذاشتن باید پر بکنه فلان کارو بکنه فلان کارو بکنه و دوباره شد مثلا که اینجا که اومد استاپ یکی از اینا رو زدیم. خب آخریه رو نباید بزنه که اون پایین و تو اون جهت باید شروع کنه مثلا پر کردن و شد موقعیت بعدی. دوباره که همینجا داره میره دوباره باید از همین پایین جا بذاره که حالا بره بالا. دیگه چیز نه دیگه ادامه شد چون طبق چیز دیگه است قاطی نکن. ولی حالا میگم یعنی یک سناریو رو طبق مقیاسی که داره به من میگه خب آقا این یه تیکه حداقل سعودی شده. میام سری برای خودم میگم خب قرار یک سری مشابهات ایجاد بشه. اول باید یک سری مشابهات ایجاد بشه. بعد که مشابهات ایجاد شد مثلا بحث جا موندن و بحث پر کردن بر اساس مشابهات دیگه. مشابهات نباشه که کشکم نیست اینا. بگیم خب باشه پس اول باید یک سری مشابهات بر من ایجاد بشه. وقتی میگم مشابهات باید بر من ایجاد بشه سریع میگم اوکی من رو مشابهاتم تریدم و انجام میدم تا زمانی که استاپ بشه. پس میشینم بعد رو مشابهاتم میگیرم کاری ندارم. به تارگت های خودشون هم نه تارگت به تارگت های خودشون میگیرم تا یه جا بالاخره من استاپ خواهم خورد قطعا. حالا که استاب میشه اون سناریو قشنگه که میتونید. آفرین. حالا که استاپ میشه سناریوی دوم هم فعال میشه. میگم خب حالا در جهت استاپه اونجایی که استاپ مزده و جا گذاشته حالا باید بیاد پر بکنه و حرکت بکنه. سیو پر کنه بازم باید یک سری مشابهات ایجاد بشه دیگه. گرفتی؟ که حالا مشابهاتش اینا
حالا میاد پر میکنه و خب حرکت جدید من شروع میشه. استوب اینا همه کوچیک کوچیک. سناریو چی میگه؟ یعنی واقعا چیز خاصی نداره. یعنی تو اول باید بدونی طبق مقیاس چی میخوای، بعد میفهمی که خب بابا روی این مشابهی باید ایجاد بشه، خب این فرضاً باید جا بمونه. خب خودش نباید بخوری که. خب میشینم روی این میرم بالا. میشه کلیت بحثش مقیاس رو بفهمیم خیلی این بحث حل میشه. یه دید کلی قشنگ انگار پیدا کردم. یعنی یه سری آره چیزای دیگه. قبلی ما اصلا اشتباه مثل این که متوجه شده بودن. هموناست دیگه، چه فرقی کرد. حالا مثلا خب استاد اما دست شما درد نکنه. مرسی. مخلصیم، سلامت باشی. ساعت کنم دیگه 1 شبم شد. خیلی ممنون وقت خب گذاشتید. برو به کارت برس، ما بریم به فیلم دیدنمون برسیم. مرسی وقت گذاشتید. مخلصیم یا علی، شب شما بخیر. خداحافظ شما، خداحافظ.